بدنامی دادار اورمز درود میفرستم به همه شما دوستان عزیز. امیر محمدی هستم از انجمن دانشجویی فرهنگ و زبانهای باستانی ایران و در خدمتتون هستم با اولین جلسه آموزش خط میخی فارسی باستان. بدون هیچ مقدمه دوستان وارد آموزش میشیم. خب بچه‌ها، اینجا ما با یک نمونه از خط میخی روبرو هستیم. نمیدونم قبلا دیدید خط میخی یا نه، ولی این یه نمونه خط میخیه، یک کلمه خط میخیه که شما تا آخر جلسه امروز توانایی خوندنش رو کسب خواهید کرد. خب عزیزان، اولین چیزی که شما باید بدونید در مورد تفاوت خط میخی و خطهای امروزی که ما ازش استفاده میکنیم اینه که خط میخی یک خط هجانگاره. به چه معنی؟ به این معنی عزیزان که مثلا در فارسی امروزه ما می نویسیم مسافرت، حالا با این خط زیبای من، و همچنین میتونیم بنویسیم مرد، و ما میدونیم اینو باید مسافرت بخونیم و نه مسافرت، و اینم میدونیم باید مرد بخونیم و نه مرد. حالا احتمالاً دیگه، البته کلمه مرد هم معنی داره، ولی حالا اینجا منظورم مرده. اینو به چه صورت ما میفهمیم؟ چون گویشور زبان فارسی هستیم، باش آشنایی داریم. اما اگر یه بچه دبستانی بخواد نوشتن فارسی یاد بگیره، یا اگه بخواد یه خارجی نوشتن فارسی یاد بگیره، بهش میگن بالای مو یه دونه او بذار، بالای م هم یه دونه ا بذار. خب یعنی ما یک شکل در خط داریم که این میتونه مو بشه، یا میتونه م بشه، یا میتونه م بشه، یا میتونه می بشه. یعنی به این صامت ما میتونه انواع اقسام مثبت ها بچسبه. به این مثبت هایی که میچسبه شکل صامت رو عوض نمیکنه. خب فقط یک حالا بیلبیلکی میذاریم بالا و پایینش که بفهمیم در حقیقت اینو ما چجوری بخونیمش. خب اما در فارسی باستان اینطوری نیست عزیزان. در خطهای هجایی صامت ما با مثبتش میاد. به عنوان مثال اگر من میخواستم مسافرت رو به خط فارسی باستان بنویسم، خط میخی بنویسم، احتمالاً مو رو به یه ترتیبی مثل X می نوشتم، حالا فرض داریم میکنیم دیگه، ولی م رو کلن Y می نوشتم، یعنی یه شکل دیگه می نوشتمش. این معنای خط هجایی. خب اوکی، این نکته اول. نکته دوم اینه دوستان که این شیوهی که شما از نگارش خط میخی این بالا میبینید، این شیوه در واقع فونت کامپیوترشه و شیوه در حقیقت کتیبه نگاریشه. در اون زمان ما که داریم با در واقع گلی خانوم اومد اومد ساری بزنم قربونت برم، ما که داریم با کاغذ و قلم می نویسیم، ما اینو به این ترتیب نمی نویسیم. یعنی ما نمیایم که مثلا این نویسه اول رو ما به تک تک اینا میگیم نویسه دوستان، این یه نویسه است، این یه نویسه است. ما نمیایم این نویسه اول رو اگه خواستیم رو دفترمون بنویسیم اینجوری بنویسیمش. خب چون دنبال نقاشی کردن که نیستیم که. ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم به ازای هر کدوم از این میخا یه دونه میخ میکشیم. نویسه اول اینه، 2 تا میخ عمودی، یه میخ افقی بالاش. نویسه دوم اینه، 3 تا میخ عمودی، یه میخ افقی بالاش، و غیره و ذالک. پس این شیوه نوشتن ما شد بر روی کاغذ. یادتون باشه دوستان، هر کلمه‌ای و کلماتی که ما در جلساتمون اینجا یاد گرفتیم، شما باید یه هفته تو خونه روزی 10 بار از روش بنویسید. عین مشق اول دبستان میمونه، سرمشق میدین به خودتون، از روش مینویسین 10 بار روزی. تا یه هفته شما دیگه تسلط دارید به اون در واقع نویسه ها. و البته بر روی کلمات هفته های قبل هم باید مرور کنید تا از ذهنتون نره. خب دوستان، ولی این کلمه چیه؟ این کلمه ای که شما تا آخر امروز یاد خواهیدش گرفت، به چه ترتیبه؟ چی نوشته؟ دوستان ببخشید که قطع کردم ویدیوتون رو، ولی الان ساعت 7:08 صبح
و من تا همین الان داشتم روی تدوین ویدیو کار میکردم. لطفاً حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید تا من هم و ما هم بتونیم که با تمام انرژی براتون این ویدیوها رو تولید کنیم. الان بهتون توضیح میدیم. ببینید نویسه اول ما اینجا این ده هستش، نه ده، یعنی قشنگ ا داره آخرش. نویسه دوم ما هستش. نویسه سوم ما هستش. نویسه چهارم ما هستش. نویسه پنجم ما هستش. نویسه ششم ما او هستش و نویسه هفتم ما ش رو هم ما به صورت یه اس با یه هفت کوچیک بالاش نمایش میدیم. اس اچ نمی نویسیم. در زبان شناسی و زبانهای باستانی ما شیوه نگارش اس به این ترتیب یه اسم می شیوه نگارش ش به این ترتیب ما یه اسم می نویسیم و بالاش یه هفت کوچیک میذاریم. خب الان باید تقریبا بتونید حدس بزنید این کلمه چیه. این کلمه دوستان تلفظ امروزیش داریوش هستش. خب حالا در اون زمان چطوری تلفظ می شده؟ احتمالاً داریواوش تلفظ می شده. داریواوش. حالا چرا اینطوری تلفظ می شده؟ الان واردش میشه. نکته اول، موقعی که ما یک نویسه اعدار داریم مثل ده که به ا ختم میشه، چون نویسه‌ای هم هست مثلا ما دی هم داریم به یه ترتیب دیگه‌ای که حالا بعداً یاد خواهید گرفت، ولی موقعی که ما نویسه‌های اعدار داریم عزیزان و بعد این نویسه اعدار ما یه ا میاد، اون دیگه ده تلفظ نمیشه، اون دا تلفظ میشه. پس تیکه اول این شد دا. ر یا واوش. حالا این چرا شد واوش؟ دو تا نکته داره. اولیش اینه دوستان که شکل استاندارد نویسه نوع اعدارشه، یعنی ما ش خالی نداریم، ش داریم. خب پس نویسه های اعدار ممکنه که بدون ا خونده بشن چون شکل پایه نویسه هستن. مخصوصا در پایان کلمات این اتفاق زیاد میفته. پس اینو ما ش نمیخونیم، ش میخونیم. داره واوش میخونیمش. نکته دوم این اوشه. این اوش از کجا اومد؟ او از کجا اومد؟ موقعی که دوستان ما یک نویسه اعدار ما به او میچسبه، یعنی بعدش او میاد، نویسه او میاد، ما اینو به صورت معمول او میخونیمش. در زبان شناسی به این میگن دیفتانگ یا واکه مرکب. خب پس این شد داره یا واوش. البته گفتم گاهی خب به این دلیل که ما ببینید ما در فارسی باستان کلا 36 تا نویسه داریم. اینطور نیست که برای هر صامت ما هم مثلا چه میدونم وی وا وو نمیدونم و فلان، ما همه مصوتایی که میتونه بعد این بیاد و نداریم شکل نویسه ایشو. تو نیست ما هم و داشته باشیم، هم نمیدونم وو داشته باشیم، هم وی داشته باشیم، هم نمیدونم انواع اقسام این چیزا. حالا این و رو به عنوان مثال البته عرض کردم. معمولا ما برای بعضیا شکل‌های ای و او دار داریم، برای بعضیا نداریم. خب اگر ما شکل ای و او دار داشته باشیم و بخوایم اونو بخونیم او، بعدش او میاریم و قبلش هم شکل او داره مثلا و رو میاریم. اما موقعی که ما از و شکل او دار نداریم، ما همون شکل اعدارش رو میاریم و بعدش او میاریم. یعنی میتونسته که ووشه هم خونده بشه. از کجا میدونیم که این ووشه؟ خب از روی زبان شناسی میدونیم، از روی مقایسه با چیزهای دیگه میدونیم. این نکته بعدی. پس ما در خیلی از جاهایی که ا قبل از او میاد ما اینو او میخونیم. و نکته بعدی هم باز اینه
که ما و تلفظ نمی کنیم، و تلفظ می کنیم. این عربی و این دوستان افغان ما که اونا هم میگن و. خب پس ما و نداریم توی این زبون، لااقل چیزی که تا جایی که در حقیقت معلوم شد. پس این شد دا ر یا واوش، دا ر یا واوش. و این تش هم که اخونده نشد و ش نشد، هموش دا ر یا واوش. حالا میریم سر اصل این نویسه ها. ببین تا الان من به شما یاد دادم که چطوری اگر ما این خط رو به صورت حرف نگاری بنویسیم، شما به این کار میگیم حرف نگاری. یعنی هر کدوم از نویسای خط رو به صورت لاتین زیرش نوشتیم. ما تا حالا شما یاد دادیم اگه اینو به صورت حرف نگاری بنویسیم چطوری بخونیم این حرف نگاری رو. حالا میخوام به شما بگم که خود این خط رو ما چطوری حفظش کنیم. و این نکته زیبای این کورس ماست، این دوره ماست که ما اومدیم برای شما کلماتی انتخاب کردیم که نویسه هایی که در اون این کلمات هستن رابطه شکلی و ظاهری با هم دارن که به شما حفظ کردن، که برای شما حفظ کردن این نویسه ها رو راحت تر میکنه بچه. به عنوان مثال ما توی این کلمه داریوش دوستان چندین تا رابطه داریم. اولین رابطه ما رابطه د و ا هست. د 2 تا خط داره، خط عمودی یه خط افقی بالاش. ا هم 3 تا خط عمودی داره، یه خط افقی بالاش دوستان. و گفتیم که موقعی که تو دفتر می نویسیم مثل میخ می نویسیم دیگه، نقاشی نمیکنیم. این نکته اول ماست، رابطه اول ماست. رابطه دوم رابطه ر و و هستش. ر به صورت یه خط عمودی 3 تا خط افقی سمت چپش نوشته میشه و به صورت یه خط عمودی 3 تا خط افقی سمت راستش و یه خط کوچولو سمت چپش نوشته میشه. شاید اینم تصدیح کنم که شما مقدار با کلیت آشناتر بشید. چرا این کارو کردم؟ به این دلیل عزیزان همواره یادتون باشه موقعی که ما 3 تا خط افقی داریم به این شکل، همیشه خط افقی وسط کوتاه‌تره، کوچولوتره. اینجا من وسطی رو کوچولوتر نوشتم، تو خود فونت تایپی هم کوچولوتر نوشته شد. پس ر و تقریبا مثل همن و عین ر میمونه. تنها فرقش چیه؟ اینه که این 3 تا خط افقیش اومدن سمت راستش و یه خط کوچیک اومده سمت چپش. رابطه بعدی که میتونه به شما کمک کنه رابطه ده هست و او. خب ببینید ده چجوری بود؟ اون برم نوشتیم 2 تا خط، یه دونه خط افقی بالاشه. او به چه ترتیبه؟ او هم همینه، 2 تا خط عمودی، خط افقی بالاش، فقط یه علامت کوچیک‌تر هم اینورشه. یعنی او عین یه دیه که بغلش علامت کوچیک‌تر اومده. این هم رابطه سومیه که ما توی این کلمه داریم و شما از طریقش میتونید این نویسه ها رو حفظ کنید. و شما باید چند تا نویسه رو هم دیگه حفظ کنید واقعا دیگه. حالا جلسه اول مقدار کار ما سخت‌تره، جلسات بعد این سختی مقدار کمتر هم خواهد شد. این چند تا نویسه چیه؟ یکی یه هستش که به صورت یه میخ عمودی، یه علامت کوچکتر و یه میخ کوچولو افقی سمت راستشه. این یه. و یه دونم ما ش داریم. ش هم به صورت 2 تا علامت کوچکتره و بالاش یه خط افقی. خب البته اینم خدمتتون عرض کنم دوستان که این داستانی که سر کوچکتر بودن خط افقی وسطی
خدمت شما عرض کردم یه دونه استثناء هم داره، حالا اونو بعداً خواهیم خوند. یعنی جلسه آخر این خط که ما وارد کم کم میخوایم وارد زبان فارسی باستان بشیم و کتیبه خونی کنیم، یه سری نکات خدمت شما عرض میکنیم که یکی از نکاتش هم همینه که این یه استثناء چیه، یا مثلا چطوری ما تلفظ کنیم موقعی که نویسا پشت سر هم قرار میگیره. چیزی شبیه این قواعدی که این بالا خدمتتون عرض کردم، مثل او، مثل نمیدونم دا، انواع اقسام این قواعد و تهش هم ما با هم مرور خواهیم کرد. یعنی نمیخوام شما به این قواعد فعلا خیلی توجه کنید، ولی اونقدر بفهمید که بتونید این کلمه رو بخونید. داره واوش. بعد یه خلاصه این قواعد رو آخرش یاد خواهیم گرفت و همچنین اگر نکته‌ای بمونه مثل این که این استثنایی که این خط وسطی بلندتر از این دوتاست چیه، اونم جلسه آخر یاد میگیریم. اما فعلا یادتون باشه که خط وسطی همواره کوچکتره و همچنین یه سری قواعدی هم درباره چگونگی خوندن این نویس‌ها پشت سر هم وجود داره. خب عزیزان، برای جلسه بعد گفتم این کلمه رو تمرین کنید، خوب تمرینش کنید، یه هفته قشنگ باش ور برید، هی بنویسینش، روزی 10 بار 12 بار تو دفترتون ازش کپی برداری کنید تا دستتون آشنا بشه و اینکه خوب تمریناتون رو بکنید، چون جلسه بعد قرار ما 3 تا کلمه با هم یاد بگیریم که البته از جلسه امروز راحت تره. یعنی امروز ما حجم مطالبمون خوب زیاد بود، تازه وارد خط شدیم و یه جلسه بعد دیگه کلیت رو گفتیم، همینجوری وارد نویس‌ها میشیم و رابطه بین نویس‌های مختلف رو میگیم. اما نکته اینه که اینا رو پشت سر هم نبینید، ویدیوها رو قشنگ ما بینش فاصله بدید تا ویدیویی رو خوب روش مسلط نشدید، تا نویسه‌ای رو خوب روش مسلط نیستید وارد درس بعدی نشید. عزیزان خسته نباشید، ازتون تشکر میکنم که تا اینجای کار رو با ما بودید. حتما قسمت بعد رو ببینید و همتون رو به یزدان پاک میسپارم. روز و شبتون خوش.